ساکنان دهه دوردست گلخسی جماعت رباط مقصد دارند که 1 کیلومتر راه نقلیاتگردی دهه‌شان را اسفالت پوش نمایند. برای انجام با صفت کار تکنیک‌های ضروری مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد سفر برگردیده است. از جریان کارهای آمادگی برای اسفالت پوشکنی راه معاون یکم رئیس شهر تورسنزاده استان‌زاده سعید امین دیدن نموده با ساکنان جهت سهمگذاری در آبادی محل منتداری بیان نمود. ساکنان ضمناً ابراز داشتند که این اقدام در پیروی به دستور و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان راه اندازی شده است. روسیه همه که یک شنبه 23000 تومان حاضر آمد با 54 تن حاضر باز زکست کردیم 200 تن زیاد شد. همه روز شب باشدم حرکت میکنیم که همه تمام کردن. در شهر تورسنزاده اسفالت پوشکنی راه‌های نقلیاتگردی بین دهه‌ای وسعت تازه میگیرد. این اقدام بیشتر در دهه‌های دوردست شهر روی کار آمد که برای روایی به خطر نقلیات در همه فصل سال زمینه مساعد فراهم می‌آورد. در این راستا استقامت کنندگان دهه رباط شهر تورسنزاده جویبارهای شفت راه‌های منفرش کرده شده را بتون‌پوش نموده ایستادند که برای سالیان زیاد نگاه داشتن صفت راه مساعدت می‌نماید. در جماعت دهات رباط اسفالت پوشکنی راه و دیگر عملهای سازنده و بنیادکارانه در آینده نیز ادامه می‌یابد.